جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. سبب‌های طلاق در چیست؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام، امروز ما در این نوار سبب‌های طلاق را دیده می‌بریم. بسیاری نوخانه‌داران در زندگی به مشکلات‌های می‌رسند که در آخر آنها عائله برپا کرده خود را برهم می‌دهند. و به چه سبب؟ طبق آمار رسمی عدد طلاق نسبت به سالهای گذشته خیلی زیاد شده است. ناکامی نوخانه‌داران در زندگی سبب‌های زیادی دارد، اما یکی از سبب‌های اساسیش اینها می باشند: یکم، گوش دادن به موسیقی. دوم، تماشا کردن سلسله فیلم ها. زیرا این دو موسیقی و سلسله فیلم ها زندگی خیالی را تصویر می کنند و شخصانی که به این دو عادت نموده اند بیچون و چرا زیر تأثیر آن قرار خواهند گرفت. و چون این گونه شخصان به زندگی حقیقی قدم گذارند، قسمی زیادشان ناکام می شوند و یا تا از تأثیر این دو رها یافتن زندگی تلخی را از سر می گذرانند. برای اثبات این گفته ها یک بار به زندگی بعضی از این سراینده ها نظر افکنیم. مثل بلبل در وصف عشق و محبت سرودخوانی نموده، خودشان در برپا نمودن عائله ناکامند و از یک شوهر به شوهر دیگر کوچیده می گردند. پس برادر و خواهر عزیزم، باید پدر و مادر فکر آینده فرزندان خود را نموده نگذارند که آنها به موسیقی و به سلسله فیلم ها محبت بندند تا که از مصیبتی که به سبب موسیقی و سلسله فیلم ها می آید امین باشند. علاج واقعه پیش از وقوع است. در این نوار سبب جدا شدن عائله ها را ما فهمیدیم. پس به فرزندان خود نگذاریم که به این دو محبت بندند تا که حیات اساسی خود را از دست ندهند. پس برادر و خواهر عزیزم، ما باید فرزندان خود را در خردسالی به گوش دادن قرآن عادت کنانیم، چون اگر آنها در خردی به گوش کردن قرآن عادت کنند، انشاءالله مهر و محبت آنها به گوش دادن قرآن زیاد می شود و انشاءالله در حیات هم همه وقت قرآن را گوش می دهند، با قرآن زندگی می کنند و در زندگی کامیاب شده سعادت این دنیا و آخرت را در می یابند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.